مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر سوختار در تخت‌بازار ایسار را شرح داد و گفت سبب سر زدن سوختار رسش کوتاه ناقل‌های برقی بین رسته‌های چوب و تخته بوده است. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی صبح بر وقت 31 آگوست سال 2023 ساعت 04:16 دقیقه در حدود بازار مساله ساختمانی ایسار واقع در کوچه به نام اوراق علاوالدین و فشار ایسار سوختار به عمل آمد. هنگام به جای حادثه حاضر شدن آتش نشانان معاین گردید که سوختار نقطه‌های سودا، چوب و تخته و خدمت رسانی در مساحت 400 متر مربع را فرا گرفته خوف پنجشوی آن به دیگر نقطه‌های سودا به میان آمده است. وزارت کارهای داخلی گفت در نتیجه سفربر نمودن قوه و واسطه‌های سوختار در مساحت اولش با پررگی خاموش کرده شد. در خبر همچنین گفته می شود که سبب سر زدن سوختار رسش کوتاه ناقل‌های برقی بین رسته‌های چوب و تخته بوده. ضرر حادثه سوختار از جانب گروه کاری معاین کرده می شود. تفصیلات دیگر داده نشده است. یک روز قبل خبر رسیده بود که سوختار در تخته بازار ایسار از ساعت 4 صبح 31 آگوست آغاز یافته چندین ساعت طول کشیده است و برای رفع سوختار دسته‌های آتش نشانی از شهر دوشنبه، ایسار و وحدت جلب شدند. در ویدیوهای در اینترنت نشر شده دیده می شد که از تخته بازار علنگه دود آتش به آسمان بلند شده ایستاده است و چندین دکان در کام آتش قرار دارند. شهر ایسار با تقریباً 33,000 اهالی در 25 کیلومتری غرب دوشنبه پایتخت تاجیکستان در مرکز وادی ایسار در ساحل دریای چنگاب یا خانقاه و قلعه کلان ایسار جایگیر شده است. بازار مساله ساختمانی ایسار معروف به تخته بازار ایسار یکی از بزرگترین بازارهای مساله ساختمانی در جمهوری به شمار می رود.